قاعده 47 توحید و شرک در تقرب جویی را بدانیم. خود تقرب جستن که هست دو قسم است. یکی تقرب توحیدی هست و یکی تقرب شرکی هست. تقرب توحیدی هست که ما به الله خود قریب می سازیم بدون از اینکه الله را به پادشاه یا کدام مخلوق تشبیه بکنیم. بگیم الله متعال کس. تقرب توحیدی چی است؟ در تقرب توحیدی ما و شما میفهمیم که الله در قرآن بر ما گفته که من به بنده خود چی هستم؟ قریب هستم. خب حال ما و شما مسلمان ها مطابق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله عقیده داریم که الله بر ما چی است؟ قریب است. چرا؟ الله خودش گفته اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. الله میگه وقتی که بنده های من در مورد من سوال میکنه من به بنده های خود قریب هستم. اجیب دعوت الداع، من خودم اجابت میکنم دعا کننده را. فلیستجیبوا لی، پس شما کسانی که میخواین دعا بکنین شما هم اجابت بکنین اوامر مرا. من گفتم که شما دست دعا را به بارگاه من بلند کنین. ادعونی استجب لکم، شما دست دعا به من بلند کنین که من اجابت بکنم. ایناله الله بر ما قریب است. و در آیه دیگه قرآن میگه الله متعال میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به بنده های خود نزدیک هستم از چی کرده؟ از حبل الورید که شارگ گردن است. منتها فکرتان باشه که نزدیکی الله را با نزدیکی شارگ گردن مقایسه نکنین. چرا؟ شارگ گردن یک چیز مادی هست. الله از این که بر ما نزدیک است. اما مثلا وقتی ما میگیم که اینی شخص به من نزدیک است، نزدیکی شخص و نزدیکی الله را باید یکسان فکر نکنیم. الله به ما نزدیک است با علم خود، با قدرت خود، با مراقبت خود، اما مخلوق نزدیک است با جسم خود. از این خاطر باید این دوتا را تشبیه نکنیم. لیس کمثله شیء. فهمیدین یعنی؟ پس ما از این آیت اوتو استنباط میکنیم که الله بر ما نزدیک است و الله از شارگ گردنم کده بر ما نزدیک است و الله عالم الغیب است و الله سمیع است و بصیر است. متوجه هستین؟ میشنوه و میبینه و عالم الغیب است و به ما از شارگ گردنم کده نزدیک است. حالا ما مشکل داشتیم چی کنیم؟ الله میشنوه، الله میبینه، الله از شارگ گردن به من نزدیکتر است، الله به من قریب است. پس من چی نیازی دارم که وقتی مشکل داشته باشم پیش کس دیگه برم تا او مرا به الله چی کنه؟ قریب بکنه. الله قریب است، سمیع هست، عالم الغیب است، قوی هست. وقتی که هر بندهش بر از اون مراجعه میکنه الله از حالت بنده خود 100% باخبر است. پس به این خاطر است که انسان مسلمان موحد چی میکنه؟ مستقیما به الله مراجعه میکنه. این هست چی؟ قریب بودن بزنیم. و آخر چی قسم حالا به الله خدا نزدیک بسازیم؟ حالا سوال پیدا میشه. صحیح الله سمیع است، الله بصیر است، الله قریب است. حالا یک سوال میکنه خب من یک گپ شما را قبول کردم، حالا من چه قسم خود به الله مقرب بسازم، یعنی نزدیک بسازم؟ کلگی رتبه خود پیش الله نزدیک بسازم؟ میگه میخوای رتبه تا پیش الله بسازی؟ پس به کتاب الله مراجعه بکن. کتاب الله چی میگه در این قسمت؟ الله میگه که واسجد واقترب. چی بکن؟ نماز بخوان، در نماز سجده بکن. وقتی که نماز خواندی و به الله سجده کردی، با سجده به الله چی میشی؟ قریب میشی. هیچ در حالت پرده، در حالت میگه سجده بین الله و بین بندش هیچ پرده نمی باشه. هر گپی که میگی 2 بجه شب بخیز، 3 بجه شب بخیز، نماز بخوان و سجده بکن و در حالت سجده الله میگه واسجد، سجده بکن و خدا به ما قریب بساز. اینمی بهترین وقت چی است؟ قبولی دعا هست. و بگو پروردگار تو رحمان هستی، رحیم هستی و تو ذات بزرگوار هستی و تو ذات غفور هستی و تو ذات تواب هستی. من این تو مشکلات و عیبها و دردها و غمها را دارم، پروردگار تو بر من بالای من رحم بکن. اما مشکل تقرب جویی بت پرستا چی هست؟ در بت پرستی در فلسفهش 2 مشکل است و این 2 مشکل باید ما شما درک بکنیم. در بت پرستی و در قبر پرستی 2 مشکل اساسی هست.
این مشکل چی است؟ مشکل اولی است که بت پرستا خالق متعال به کی تشبیه میکنن؟ به پادشاه تشبیه میکنن. اول مشکلشانی است. وقت خالق متعال به پادشاه تشبیه کرد چی مشکل پیدا میشه اینجا؟ وقتی که خالق به پادشاه تشبیه کرد چی مشکل پیدا میشه؟ ما و شما از نگاه عقیده توحید میگیم که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل الله نیست. بناهن ما حق نداریم که خالق به کدام مخلوق چی کنیم؟ تشبیه کنیم. ما نمیکنیم. چی پادشاه باشه، چی وزیر باشه، مخلوق باشه، به هیچ چیز تشبیه نمیکنیم. بت پرستا می فلسفه را میگن ما تشبیه میکنیم. برش میگیم که خب بت پرست جان، تو که الله را به بت تشبیه کردی، میفهمی چی برات مشکل پیدا شد؟ یا شخص دیگه ای که از بت پرستا گرفته در حبشه قبر پرستی میکردن، برشان چی مشکل از نگاه اعتقادی پیدا میشه؟ به خاطر مشکل چی پیدا میشه که وقتی که خالق به پادشاه تشبیه کردی، پادشاه عیب داره. پادشاه چی داره؟ عیب داره. چی عیب داره؟ پادشاه مستقیما کلگیری به دربار خود نمیپذیره. من غریب و بیچاره را نمیمانه که به دفترش برم، صحیح نه؟ اما اگر واسطیم دبل باشه، کدام بچه پادشاه کتم باشه، یا کدام وزیرش باشه، یا کدام سکرترش باشه، یا کدام بادیگاردش باشه، باز مرا بدون تلاشی پیش از او چی میکنه؟ میمانه. چرا پادشاه مثلا مرا مستقیما نمیپذیره و باز که واسطه داشتم میپذیره؟ چون پادشاه ظالم است. چی است؟ ظالم است. حالی که تشبیه شد الله به پادشاه، کدام صفت به پادشاه نسبت داده میشه؟ به الله صفت ظلم پادشاه. و کسی که بگه الله ظالم است کافر است نیست. دوم، چرا پادشاه مثلا نیاز داره؟ چرا سکرتر میگیره؟ چرا رئیس دفتر میگیره؟ چرا خودش مشکل کلگیری حل نمیکنه؟ به خاطر از اینکه پادشاه ضعیف است، ناتوان است، نمیتونه که مشکل کلگیری حل بکنه. پس مجبور میشه که بر خود چی بگیره؟ سکرتر و رئیس دفتر بگیره. وقتی که سکرتر و رئیس دفتر میگیره، پادشاه چرا سکرتر میگیره؟ به خاطر ضعیف است، به خاطر عاجز است، به خاطر 10,000 نفر برش عریضه میاره، 10,000 نفر عریضهش بخوانه، شب سایل کنی که پادشاه گردن شده کج مانده. صحیح است؟ پس سکرتر میگیره، سکرتر خودم میگه عریضه رو کلش بخوان، خلاصه‌اش باز برام این سرک نشه. باز عریضه که مهم نیست، خودت چیزش که مقصد بیار من امضا کردم میرم. یک نفر اعتمادی خودم میگیره، بازو میره فقط امضا کردم میره. صحیح است؟ اما خالق وقت خب پس پادشاه چی شد؟ ضعیف شد. بس سکرتر چی شد؟ محتاج شد. صحیح است نه؟ نیازمند شد. آن کسایی که الله را به پادشاه تشبیه میکنه، کدام صفت برای الله نسبت داد؟ ضعیفی را، عاجزی را، ناتوانی را. کفر است نیست؟ فهمیدی یا نه؟ پس فلسفه بت پرستی و قبر پرستی اینی مشکل داره که صفات زشت پادشاه را به کی نسبت میده؟ به الله نسبت میده. چرا نسبت میده؟ چون الله را تشبیه میکنه به کی؟ صحیح شده یا نه؟ شما وقتی که دو نفر با هم تشبیه میکنید، نه؟ حالا من را بخیزید تشبیه بکنید برای یک نفر که ریش نداره، کوسه است، نابیناست، دستش مثلا قطع است، بیسواد است، بگویی که همی استاد دایی مثل اون پیاده دفتر ماواره. توصیف مکردی یا توهین مکردی؟ پس میگه یعنی یک جاهل آدم است، اون پیاده که بیچاره هیچ مکتب نخوانده جارو میکنه، این هم صلاحیت یا باید میرفت جارو کشی میکنه. پس وقتی که من میگه که استاد محترم شما اقدر استادی خوب هستین که مثل پیاده دفتر ماواره است، خدا در غضب خود گرفتارت کنن تو لوده را که تو گپت تی لوده را سید ها ایناله بت پرستا و قبر پرستا فهمیدن و فهمیده الله را به کی تشبیه میکنن؟ به پادشاه، بناء صفات ظلم، بیخبری و جهل. و الله متعال در قرآن میگه الله الصمد، الله بی‌نیاز است. به سکرتر و رئیس دفتر و همکار و کمک کننده و یا چی است؟
ضرورت نداره. اذا اراد شیئا، وقتی که یک چیز اراده بکنه، ان یقول له کن فیکون. خب دوم فلسفه بت پرستی، وقتی که عمرو بن لحی به چیز رفت به شام، وقتی قناعت دادنش برش گفتن که چی است؟ الله مثل پادشاه هست. عمرو بن لحی جاهل بود. هر وقتی که رهبریت دینی به دست جاهل رفته، او جاهل دین چی کرده؟ خراب کرده. یک 40 نفر جوان ببینید رفته کی است؟ والا فلانی. چی کاره بود؟ این رهبر ماست. خب دین یادتان میده. ها دین چی خوانده؟ نه او درس مرسی ضرورت نداره. چی است؟ او نجار بود. دیده باشه نه بعضی رهبرها اصلش نجار است، بعضی رهبرهای دیگه است که اصلش دگروال است. من یک جایی بودم یک دگروال همون طرف رفته بود فلانی نفر خوب دگروال است، خوب تبلیغ دین میکنه. من گفتم تشکر دگروال است. خیلی صبا امی توپ تبته ما برم خلاص سر توپ میشنم چه دز 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 راکت دور میتم. یک وقت میبینی که ایوازه که اون طرف زده بخوده این طرف گفتم براش نه استاد شما صلاحیت فایر توپ ندارین. چرا ندارم؟ خب ما استاد پوانتون هستم. نه استاد ببخشین خفه نشین، شما این صلاحیت ندارین. توپ که از جری داره، جواک داره، چیزا داره، اتومات داره، او را باید خوانده باشی، مسلکت باید توپچی باشه. گفتم شما به خاطر یک توپکتان باید مسلکی باشه، من نمیتونم در توپ تو فایر کنم. و تو چطور میخیزی سر خالق مگپ میزنی و تو مسلکی هم نیستی؟ تو قرآن الحمدلله رو ترجمهش یاد داری؟ نه. پس چطور میخیزی درباره صفات الله گپ میزنی؟ خیلی مردمایی که میخیزن در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم لیسانس میگیرن، ماستری میگیرن، دکترا میگیرن و پس میاد پانزه شریعت که اینجا انا فلانی ولد فلانی دکترای خدا در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از فلانی پانتون گرفتیم، میخوایم که در اینجا استاد مقرر شوم. از این خاطر گفتم شماست میگه چه به علم شیخی که هم در کفری بسته. کسی که بدون علم شیخ گری میکنه امی کفرش بس شست هم در کفری بسته. همون ریش سفیدای ما و شما که هست، اما خوب یگان مطلعای بسیار لکس داره. علم میگه نداره، میخواد خدا شیخ جور میکنه امی کفرش بس شست. چرا؟ و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شما باید به الله چیزی را که نمیفهمین سر الله نگویین. اول باید بخوانی. از این خاطر امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب خود یک باب آورده. چی میگه؟ باب العلم قبل القول والعمل. اول باید علم داشته باشی، بعد از او گپ بزنی، بعد از او عمل بکنی. اگر علم نداشتی میخیز یک نفر آمده پتلون کوبای در جانش بردگاه کلگی چی میته؟ با دیگر رو چی میته؟ پتلون کوبای در جانش از خودش خیسته اینجا که بر 20 نفر نماز میته. اولی پتلون کوبای در جان از این چسبیده، از دور که سل میکنی فکر میکنی خدا رنگ ساوس کده. سطر عورت فرض است نیست؟ عورت از این سطر شد؟ نشد. بسیاری معصیلین بیچاره می اینجا نماز میخوانن، که چی نماز میخوانن؟ که زیر تنبانی از خواب خود خیستن. این کسایی که در پشت سرش استاد کلش عورت از این میبینه، عورت ثقیله و غلیظشه. فهمیدی یعنی؟ این خوش است من نماز خواندم. سطر العوره. از این خاطر همی مردمای چیز بسیار هوشیار هستن، مردمای مالیزیا. همین مالیزیا هستن که وقتی که دریشی میکنن باز یک لنگک در سر دریشی خود میزنن. دیدین مالیزیا یعنی؟ حتی ما محصلین بدن از مالیزیا هست. حتی یک وقت سفیر مالیزیا آمد دریشی پوشیده بود، باز در سر همی پتلون خود یک لنگک بسیار لوکس دارن با رنگ پتلون بازو را میزنن. این سطر عورت کرد. اما از ما و شما میگه با نمیفهمه. چرا؟ لباسی که چسب باشه و نازک باشه و اعضای بدن پت نکنه این چی هست؟ او برهنه هست. از این خاطر زنایی که میگه کاسیاتون، آریاتون، مایلاتون و میلاد میگه زنها هستن لباس دارن اما ملائکه وارن اشته میکنه برهنه. چی است؟ یا لباسش تنگ است چسب، پس چسب سمت دانشش چند، یا نازکک است، نازکک آستین گاج و پتلون کوبای که است. نمی جمله کاسیاتون آریات میره. خفه نشین این ساریه اینه میگه پس دیگه باید آدم برای مردم بفهمونن. این پتلونایی که چسب است این در جمله اونم میگه که لباس داری اما ملائکه تو رو چی نوشته میکنه؟ به لباس نوشته میکنه.
باید گشاده باشه. شرط لباس اسلامی چی است؟ گشاده باشه، باید در جانت نچسبیده باشه. حتی پیرن تنبانایی که یگان تا موت شدن در افغانستان مالی یگان تا کلان 40 متر تنبانه جور میکنه خلطه